روز بخیر. امروز 2 январ است و امروز با شما نظری میاندازیم به خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان. نخست سرخط مطالب برنامه. ادامه اعتراضها در ایران. شماره کشته شدگان تظاهرات افزایش می‌یابد. حکومت کشور میگوید دامنه اعتراضها فراتر از مسائل اقتصادی است. مشکل اینها هم فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول می‌خوایم، نون می‌خوایم، آب می‌خوایم، چیزای دیگر هم دارن میگن. моби гап ба майдон меояд. дар ҳоле ки сарнавишти имову вайберу вотсап дар тоҷикистон норӯшан аст, ширкати вавилон мессенҷери навро фаъол кард. айб дар ош аст ё дар арақ? таҷлили соли нав дар яке аз маҳаллаҳои шаҳри хуҷанд бо марги 4 нафар анҷом ёфт. додситони таҳқиқи ҳодисаро оғоз кардааст. дар эрон рӯзи шашум аст ки эътирозҳои густурда алайҳи ҳукумат ва вазъи иқтисодӣ идома дорад. тибқи хабарҳои расмӣ то рӯзи 2 январ шумораи кушташудаҳои эътирозҳо ба 13 нафар расид. ҳасани рӯҳонӣ, раиси ҷумҳури эрон, рӯзи 31 декабр дар вокуниш ба ин эътирозҳо гуфт на ҳамаи онҳое ки рӯи хиёбонҳо рехтанд ҷосусони хориҷиянд ва хостаҳои онҳо бо мушкили иқтисодӣ тамом намешавад. اینا همهشون که آدمایی نیستن که بگیم هر که تو خیابان آمده مثلا دستور از خارج گرفته. حالا یه عده‌ای بله ممکنه اینجوری باشه، یه عده‌ای مردمی هستن به رو احساساتشون، رو مشکلاتشون آمدن تو خیابون. مشکل اینها هم فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول می‌خوایم، نون می‌خوایم، آب می‌خوایم، چیزای دیگر هم دارن میگن، چیزای دیگر هم ادعا میکنن. خب معناش اینه که ما یکی از حرفا اینه که فضا رو بازتر بکنیم. خواست مردم که فقط پول نیست، فقط اقتصاد نیست. بله یکی از مسائل اقتصاد. اعتراضها در ایران روز 28 دکبر در پی نگرانی‌ها از افزایش نرخ مواد غذایی شروع شده دامنه آن به سیاست‌های حکومتی گسترش یافت. درباره تحولات اخیر ایران طاهری سفر با نیوش و بغرات همکارمون از رادیوی فردا صحبت کرد. تظاهرات از شهرهای شرقی ایران شروع شد 6 روز پیش تقریبا و بیشتر علیه دولت حسن روحانی بود و خود دولت روحانی میگفت که از طرف محافظه‌کاران کانسرواتیو های داخل ایران ترتیب داده شده برای اینکه تضعیف بکنن دولتش رو، ولی به سرعت از این دست خارج شد تظاهرات و شعارها خیلی حالت ساختار شکنانه و ضد حکومت به خودش گرفت. الان در شهرهای خیلی زیادی میشه دنبال کرد، 10 شهر هستن، شاید بتونیم 40 تا 50 شهر رو اسم ببریم و تا اینجا دست کم کشته شدن 13 نفر تایید شده. به هر حال در شهرهای مختلف با جنس‌های مختلف و ماهیت‌های مختلف این تظاهرات در جریانه. وسعت تظاهرات مثل روزهای پیشین هست یا کمتر؟ تعداد آدم‌ها کم نشده. تعداد آدم‌ها میتونیم بگیم که حتی بیشتر هم شده و روز به روز شعارها هم رنگ و بوی ساختار شکنانه تری به خودش گرفته. طلبات و شعارها همون مثل پیشین است یا تغییر کردن؟ در ابتدا خب مطالبات فقط اقتصادی بود، یعنی شروعش 1-2 ساعت اول فقط اقتصادی بود. بعد از 2-3 ساعت مطالبات کاملا مطالبات سیاسی شد در حد کلان رهبری جمهوری اسلامی. شعارها کاملا ضد رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی است. شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور سر داده میشه. شعارهای علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران سر داده میشه. شعارهایی در پشیمانی از انقلاب حدود 40 سال پیش سر داده میشه که ما حکومت قبل رو میخوایم. شعارهایی در حمایت از رضا شاه که سالهای سال از مرگش میگذره یا فرزندش محمد رضا شاه که آخرین پادشاه ایران بوده. برای همین شعارها بسیار بسیار فراتر و ورای خط قرمزیه که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف میکنه و کاملا همونطور که گفتم کلیت نظام و شخص اول ایران رو هدف قرار میده. و واقعا شما خبرنگاران شما با مردم در داخل ایران صحبت میکنید، اونها چی میگوین راجع به برخورد مقامات با تظاهرگران، راجع به عموما مناسبت با مردم در این روزها؟ خب مردم خیلی خسته هستند. دست کم تعداد بسیاری از آدم هایی که با ما صحبت میکنند ابراز خستگی میکنن، ابراز ناامیدی و یأس میکنن از اینکه در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی تفاوت معناداری بخواد به وجود بیاد. یعنی اینکه یک سری آدم‌ها هستن که همچنان البته به اصلاحات اعتقاد دارن، ولی کسانی که اعتراض میکنن میگن از اصلاحات خسته شدن، از اصلاحات
امید بهبود شرایط کشور رو نمیتونن داشته باشن. البته باز هم همینجا باید تکرار بکنم که نمیشه جمعیت یک کشور رو به همین راحتی تقسیم کرد. این افرادی که میگم افرادی هستن که اعتراض دارن، ولی افراد دیگری هستن که در مقابل میگن راهش این نیست، راهش همون اصلاحاته. باید سعی بکنیم که با حمایت از دولت، حمایت از سایر کسانی که سیاست میانه رو اعتدالی دارن، بخوایم خواسته های خودمون رو پیش ببریم. و البته خب یک عده آدمی هم هستن که کاملا مخالف کل این قضیه هستن و میگن که ما باید حکومت جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داریم، ولی معترضان میخوان که ساختار شکنی انجام بشه. گزارش‌ها درباره تحولاتی اخیر ایران و جزئیات صحبت را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو میاریم با موضوعهای دیگر. در پی قطع شدن رقم‌های НЧН در تاجیکستان، شرکت‌های واویلون و اینترکام اعلان نمودند که نمایندگی رسمی خود را در روسیه باز می‌کنند. با گفته شرکت اینترکام، نمایندگی آنها فروش رقم‌های علاقه تلفنی НЧН را طریق ثبت شناسنامه‌ها به راه می‌ماند. در حالی که در تاجیکستان سرنوشت پیام‌رسان‌های اینترنتی مثل وایبر و واتساپ و ایمو هنوز روشن نیست، شرکت واویلون خبر داد که مسنجر نو را برای انجام زنگ‌های تلفنی و ویدیویی راه اندازی کرده است. میرزا نبی خالقزاد در این باره گزارش می‌دهد. شرکت مبیلی بابیلون موبایل با راه اندازی یک مسنجر تحت عنوان مابیگب برای شهروندان تایسان برای علاقه ارزانتر و آسانتر و مناسبتر تحت عنوان مابیگب را راه اندازی نموده است. طور متخصصان این شرکت میگویند الکی این مابیگب مورد بهره برداری قرار داده شده است و در اونجا ترتیب یا نحوه به کار اندازی آن مشخص گفته شده است. طور آنها میگویند وقتی که شما میخواهید که از مابیگب استفاده کنید، طریق سیم کارت بابیلون میتونید که در تماس شوید با نزدیکان خودتون، چی در داخل تاجیکستان با نرخ ارزانتر یعنی 3 درهم در تماس شوید، و یا از طریق شرکت‌های دیگری تلفنی در بیرون تاجیکستان در هر گوشه جهان با نرخ 1 دقیقه برابر با 12 درهم در تماس شوید. متخصصان این شرکت میگن که خیلی موافق‌تر است و در این شب و روز میتواند یک خالیگاهی را که پس از بسته شدن НЧН در خارج تاجیکستان از طرف خدمات علاقه پیش آمده است، این خالیگاه را پر کند. امروز نماینده خدمات علاقه تاجیکستان گفت که تا هنوز در مورد بسته شدن یا که محدود کردن مسنجرهای مثل واتساپ، ایمو و دیگر نوع‌های مسنجر هیچ گونه اقدام صورت نگرفته است و آنها هنوز هم مورد بهره برداری قرار دارند و حالا هیچ تصمیم نهایی در مورد بستن آنها پیش نیامده است. همین طور بابیلون موبایل توانست که در همین شب روز همچون تحفه صالح‌نوی برای شهروندان کشور این مسنجر تازه را راه اندازی کند. متخصصان بابیلون موبایل میگویند که تقریبا این مابیگب مثل مسنجر چیگپ تسیل است که در چند پیش اون راه اندازی شد، ولی تا کدوم اندازه مابیگب موفق میشه و تا کدوم اندازه هم گفتگوی تلفنی با نرخ ارزان را چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان فرا خواهد گرفت، هنوز چیزی گفتن اندکی بر وقت‌تر است. میرزا نبی خالقزاد، شادمانیتیم، رادیو آزادی دوشنبه. حالا میرویم به شمال تاجیکستان. در یکی از محله‌های شهر خوجند بر اثر زهرآلودشوی چند تن جان باخته و تعدادی هم در بیمارستان بستری شدند. مقامات امور داخلی ولایت سوغد میگوید این فاجعه زمانی رخ داد که همسایه‌ها در باغچه نزد حولی برای تجلیل سال نو در گرد دسترخوان ایدانه جمع آمدند. تحقیق این قضیه را مقامات دادستانی ولایت سوغد بر عهده دارد. عبدالله شرف با تفصیلات بیشتر. یک محفل سالینوی شامی 30 دکبر در پس این دروازه با فاجعه انجام یافت. در این حولی نزد بینای 5 محله 19 شهر خوجند هنوز آثار از محفل آن روز باقی است. 4 نفر بر اثر زهرآلودشوی جان باختند و 4 نفر دیگر حالا زیر نظر طبیبان هستند که در میانشان یک زن هم هست. حالا در انجامخانه این حولی از طرف دادستانی مهر زده شده است و در این اداره به رادیوی آزادی گفتند به تشخیص این حادثه شروع کردند. قابل جان که پدر 51 سالش را از دست داده است میگوید پدرش برای آش پختن به آنجا رفته بود. دیما خواننده شما کار خواننده میخواد. الکی فهمیدید که حادثه شده است. قبلا گفته میشد آنها از استعمال آش زهرآلود شدند. حالا فرضیه دیگری درباره آشامیدن شرابی خودساخت زهرآگین نیز به میان آمده است. اقربای یکی از فوتیدگان به رادیو آزادی گفته است مقامات به آنها وعده دادند حادثه را موشکافانه تحقیق میکنند.
جسد 4 نفر فوتیده را شام 31 دکبر به خاک سپردند و وضع 4 نفره که در بیمارستان شهریند معتدل گفته می شود. طبق خبری که همین حال به دست ما رسید، تعداد آنهایی که در پی زهرآلودشوی به بیمارستان انتقال یافتند به 8 نفر رسیده است. در میان آنها یک کودک نیز بوده است. در پی تشخیص طبی معلوم شده است که به جای نمک آشی در پلو سوده را استفاده کردند که به زهرآلودشوی سبب گردید. رادیوی آزادی این موضوع را پیگیری دارد. در همین حال شب سال نو در نویای ҷайҳон سابق قمسنگیر در پی مناقشه گروهی یک جوان 31 ساله هلاک شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید زدوخوردی شب 31 دکبر میان ساکنان جوان نویای ҷайҳон و قرغون تپه و وخشو دوشنبه صورت گرفت. آرزوی کریم در رابطه با این حادثه تفصیلات بیشتر دارد. از دادستان ناحیه ҷайҳон در صحبت با رادیو آزادی گفتند که علیه 3 نفر که در این زد و خورد دست داشتند و 1 نفر را به قتل رسانیدند پرونده جنایی طبق ماده 110 قسم 4 یعنی کشتار باز کردن، یعنی پرونده باز شده و تفتیشات ادامه دارد. از صحبت بیشتر مقامداران از ناحیه ҷайҳон خودداری کردند و گفتند که تا انجام تفتیشات آنها معلومات بیشتر نمیدهند. اما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک یک گروه جوانان آشنا به این قضیه گفتند که بحث این جوانان سر مناسبت با یک رقصنده یا رقاصه دیسکو کلوب صورت گرفته است که علیشیر عبداللهیف میخواست است از این رقصنده کلوبش حمایت کند، اما جوانان دیگر میخواستند دست درازی کنند و بحث و قتل یک جوان شهر قرغون تپه به همین خاطر بوده است. در این قسمت برنامه درباره صدها کودک بگوناه خواهیم گفت که در برابر جنایتکاران پشت پنجره و در زندان نگه داشته می شوند. یگانه عیبشان این است که فرزند والدین جنایتکار هستند و چون کسی ندارند باید با پدر و یا مادری زندانی بمانند. گزارشی از صدای آمریکا درباره تقدیر چنین اطفال در محبس جلال آباد را همکارم مومن احمدی تقدیم می کند. مینا 11 ساله تمام عمرش را در زندان گذرانده است. مادر و پدر مینا را برای غارتگری و قتل 27 نفر به زندان 1 عمری محکوم کردند. پدری من آدم کشته است و برای همین او را و مادرم و برادرم را زندانی کردند. پدر و برادرم در زندان مردند. مادرم زنده است. همینجا تولد و بزرگ شدم. وقتی در بطن شیرینگل پیدا شد، او را از حلقه دار نجات داد. آرزوی اصلی این است که با مادرم اینجا را ترک کنم، خانه روم و برادران و خواهرانم را ببینم. این زندان یک مکتب خرد و جای بازی برای کودکان دارد. شیرینگل می تواند فقط تا 18 سالگی مینا را با خود نگه دارد. اگر رئیس جمهور اشرف غنی مرا از دخترم جدا کردن خواهد، باید اول مرا به دار آویزد. من یک لحظه به دخترم بودن نمیتوانم. او زندگی من است. میخواهم با مادرم به خانه روم و طبیب شوم. مینا فقط یکی از کودکان افغان است که بگوناه عمرش در زندان میگذرد. مثل او صدها کودک دیگر همراه مادرانشان در زندان‌های افغانستان زندگی میکنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. فتولو فتولویف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه و نیم حمایتگر تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه فوتبال پرسلا لامانگانی اندونزیا پیوست. این فوتبال بازی 27 ساله توجیک علاقه قرارداد 1 ساله را به امضا رسانده است. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، ادناکلاسنیک، اینستاگرام و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. همچنین نوار ما را میتونید در سایت آزیا پلوس تماشا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یک شما باشد.